بر پایه آواشناسی تاریخی زبان فارسی می‌دانیم که تلفظ این نام در سده‌های گذشته ایران بوده، یعنی آوای آغازین این نام ای کشیده یا به اصطلاح یای مجهول بوده است. در فارسی میانه یا پهلوی ساسانی هم همین صورت ایران به کار می‌رفته که در بسیاری جاها در ترکیب ایران شهر یا ایرانوز به کار گرفته شده است. در خط پهلوی کتابی زردشتی ایران شهر را به این صورت و ایرانوز را به این شکل می نوشتند. کهن‌ترین اثری که از واژه ایران در زبان فارسی میانه می توان یافت در سنگ نوشته اردشیر بابکان در نقش رستم استان فارس است که بیش از 1700 سال پیش نوشته شده است. از آن پس نیز چندین بار نام ایران و ایران شهر در سنگ نوشته های شاهان و بلند پایگان ساسانی آمده است. واژه ایران در فارسی میانه مانوی یعنی در نوشته های پیروان پهلوی زبان مانی هم به کار رفته است. در نوشته های فارسی میانه زردشتی هم به فراوانی به نام ایران و مشتق‌ها و ترکیب‌هایی که با آن ساخته شده‌اند برمیخوریم. برای نمونه ایران شهر، ایران شهریک، ایرانک، ایران سپاهبد، ایران آمارگر، ایران تبیربد، ایران تروستبد و ایران همبارکبد. ایران در نظر پهلوی زبانان می توانسته جمع واژه ایر به معنای آزاد و پهلوان هم بوده باشد. خود این صورت جمع یعنی ایران در دوره زبانی ایرانی باستان یعنی یک مرحله پیش از پیدایش فارسی میانه یا پهلوی به صورت اریانام بوده که معنایش می شده چیز یا جایگاه متعلق به ایرانیان و در ترکیب اریانام و ایجه به کار می رفته که به قلمرو ایرانیان اطلاق می شده است. ولی کهن‌ترین رد پایی که می توان از واژه ایران یافت در اوستاست. اوستا مجموعه‌ای است از متن‌های مقدس ایرانیان باستان که کهن‌ترین بخش‌های آن بیش از 3000 سال پیش سروده شده‌اند. ترکیب اوستایی اریانم و ایجو که به قلمرو ایرانیان گفته می شده همانی است که بعدها در پهلوی ایرانوز شده است. امروزه گاه در فارسی این واژه را ایرانویچ یا ایرانویچ هم می نویسند. برای آگاهی از معنا و ریشه واژه ایران ویدئوی ریشه شناسی نام ایران را تماشا بفرمایید. پیشینه کاربرد نام ایران. برای نامیدن سرزمین ایران در کهن‌ترین متن‌های فارسی همین واژه ایران به کار رفته است. در شاهنامه فردوسی چند صد بار به نام ایران برمیخوریم. همینطور در قصیده‌ای از رودکی، بسیاری از بیت‌های اسدی طوسی، بیت‌های زیادی از منوچهری دامغانی، شعرهای فراوانی از فرخی سیستانی، بسیاری از بخش‌های تاریخ بلعمی، بیت‌های فراوانی از خاقانی شروانی، در چندین بیت از قطران تبریزی، شعرهای خواجوی کرمانی، بیت‌های زیادی از نظامی گنجوی و در بوستان سعدی به نام ایران برمیخوریم. همچنین در هزاران شاهد دیگر اعم از نظم و نثر که در 1000 سال ادب و نویسندگی فارسی تا به امروز پیوسته ایران به این نام خوانده شده است.